السلام عليكم ورحمة الله. تماشاگران محترم، برادران عزیز، هر شخصی که ما را تماشا میکنم، انشالله کمکی که وقت داریم، شاید که در جاهای شما وقت دیر شده باشد. در ما ساعت 11 شب کمی وقت پیدا کردیم. انشالله اگر وقت داشته باشید صحبت میکنیم. اگر یکان سوالا باشد انشالله برادر عزیز پیشکش کنیم. آوازی من میره برادر، میشنوید آوازی من؟ آوازی من میشنوید؟ در آوازی من بشنوید یا بنویسید که انشالله بینیم. سلام علیکم و رحمت الله. برادر عزیز خوب هستید انشالله. الله کنه که خوب باشید، تنگ باشید. اگر انشالله سوال ها باشد پیشکش کنید برادر عزیز. یک چند دقیقه را با شما انشالله هستیم، سوال جواب میکنیم، صحبت میکنیم. بعد انشالله تعالی خداحافظی میکنیم. خب در مورد یک برادر پرسیده بود در مورد نماز قصر، یعنی میگه که نماز قصر میشود که دو نمازه یک جا، یعنی تقریبا که در یک وقت بخونید. خب در بعضی احادیث حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله اومده است که رسول الله صلی الله علیه و آله در وقت سفر میبرآمدند، یعنی دو نماز تقریبا در یک وقت میخوندند. مثلا نماز شام باشد، اگر اخیری وقت نماز شام میگرفتن و اولی وقت نماز خفتن، یعنی نماز شام میخوندن، بعد از نماز شام قامت میکردن نماز خفتن میخوندن در حالت سفر. همچنان میشود که نماز پیشین اخیری وقت نماز پیشین میخونید و دو رکعت قامت میکنید، نماز عصر دو رکعت میخونید. نماز شام میخونید اخیری وقت سه رکعت قامت میکنید، نماز خفتن میخونید دو رکعت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بلند گپ زن که آوازای باشینم بلنده. آوازای مقصد آواز بیرون بلنده برادر عزیز. خب درست انشالله کوشش میکنیم که بلند گپ زنیم. حاضر آواز ناز اومده است انشالله. من کمک که در بیرون هوا گرمه، برای همین بیرون برآمدم. کمک که هوا در اینجا سالقین بیرون، یعنی هوا خوبه. از همین بیرون گفتم یک کمی صحبت کنیم و بعد انشالله خداحافظی کنیم. خب بعدا در مورد نماز سفر، یعنی آدمی که مسافر باشد، مثلا در پویزد می رود، در پویزد مثلا اگر روسیه دا باشد یک کس، پویزها بسیار شهرهای دور می روند، یک روز دو روز در راه می روند. در این حالت چه خیل نماز می خونید؟ در این حالت برادر عزیز نماز قصر می خونید. یک دیوم در اون حالت قبله گفتن گپ نیست، برای اینکه پویز می شود که طرف راست برود طرف چپ برود، شما نمازتون رو نیت میکنین و میخونید. یعنی رسول الله صلی الله علیه و وقتی مسافر میشیدن در بالای شتر میشیشتن، نماز میخوندن. شتر مثال حیوان است، کمی میرفت کمی راست میرفت کمی چپ میرفت، در اون حالت اهمیت نمیده، یعنی حالت سفر است. و باز هم همون دو رکعت نماز خفتن دو رکعت میخونید، نماز خب عصر دو رکعت میخونید، نماز پیشینه دو رکعت میخونید، نماز شام سه رکعت میمونه
намози бомдод 2 ракат мемонад. خب در اینجا سوال پیدا می شود که سنت های همین نمازها را شرط است خواندن. اصلا سنت شرط نیست، اما بهتر است برای خواندن، اگر بگیم بهتر است. ولی در حالت سفر می شود که سنت را نخوانی. خب چطور؟ برای که مسافری، یعنی آدم مسافر مانده میتوند که سنت را نخواند. اما سنت نماز بامداد و ویتر واجب ضروریه، برای اینکه این سنت ها را، یعنی ویتر واجب و سنت بامداد رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک نکردند. چی در سفر چی در حضر همه وقت کوشش کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم سنت بامداد قطعی ویتر واجب خواندن. یعنی در دیگر مذهب ها ویتر واجب سنت مؤکده است و سنت بامداد هم سنت مؤکده است. برای همین برادر عزیز در مورد سفر یک چند سوال ها شده بود. برادران می نستن خواستم که مقصد در همین نوار گپ زنم. شاید برای دیگر کسا انشاءالله که یک کمی منفعت هم که باشد انشاءالله تعالی منفعت می رسونم. خب در حالت دیگر که میگه که در مسافرت، یعنی آدم مسافر باشه آب نیست، مثلا بسیارتر در اتوبوس، یعنی اتوبوس قرار نمیتین، مثلا اتوبوس شفیروش غیر مسلمان هستند، در این حالت چه خیل کنیم؟ یعنی معلوم نیست که تو نماز دیگری را اتوبوس در اونجا یعنی میسته یا نه، مثلا 400-500 کیلومتر میروم بعد یک جا میسته، در این حالت چطور کنیم وقتی تورات نداشته باشه؟ خب یک بار دو بار کوشش کردن در کار، گفتن در کار که یگانجا یگان زپرفکا یگانجا دا ایستاد برای مثل قضای حاجت کردن. اگر ایستاد بسیار خوب، اگر نه ایستاد در اون حالت شما تیمم میکنید برادر عزیز، نماز قضا نمیکنید. در چه حالتی که هم باشید نماز کوشش میکنید میخونید، تیمم کرده میخونید انشاءالله. و چطور که گفتم در پاییز، مثل پاییز همون تم اتوبوس هم مثالی که ماشین خورد باشه، اگر نه ایسته ماشین همون خیلی نشسته هم که باشه نماز میخونید. خب کوشش میکنید جمعی تأخیر میکنید، یعنی اخیری پیشین، اخیری وقت نماز پیشین میگیرید و اولی وقت نماز عصر میگیرید. نماز پیشین 2 رکعت نیت میکنید میخونید سلام میتید و باز قامت میکنید نماز عصر میخونید سلام میتید. همینطور نماز شام اخیری وقت نماز شام میگیرید و اولی وقتی نماز خفتن نماز شما میخونید سلام میتید، در حال قامت میکنید نماز خفتن میخونید سلام میتید و سبک میشید. یعنی این یک مهربانی از جانب الله متعال، این از جانب الله متعال برای شخص مسافر یک مهربانی است. این بود در مورد برادر عزیز نماز سفر. خب دیگر سوالا باشه اگر برادر عزیز بنویسید، انشالله یک چند دقیقه دیگه هستیم با شما، بعد انشالله تعالی خداحافظی میکنیم. همین سوالای سیاسی نباشه برادر عزیز، سوالای دینی باشه، برای که ما از سیاست یعنی معلومات نداریم، نخوندیم، سیاست نمیفهمیم، بلکه مسئله های دینی، مسئله های نماز و طهارت و مسئله های دیگه چیزا باشد انشالله بهتر است. خب در اینجا یک برادر ما با ما سوال روی کرده بود، میگوید که حسن و حسین نواسه های رسول الله صلی الله علیه و سلم دوگانیک بودن یا نه؟ یک برادر با ما سوال کرده بود. سوال خوب است، برای چی که اکثر ما نمیدونیم که حسن حسین دوگانیک بودن یا نه. برای همین دوگانیک ها حسن حسین نام میکنیم، یعنی فکر میکنیم حسن حسین نبیرای رسول الله صلی الله علیه و دوگانیک بودن. خب حسن حسین رضی الله عنه دوگانیک نبودن برادر عزیز. یعنی بعضی علما میگن که حسن از حسین 1 سال فرق داشت. حسن از حسین 1 سال فرق داشت، یعنی کلام بود. حسن از حسین 1 سال کلام بود و هر دو برادرها بودن، یعنی فرزندای حضرت علی و فرزندای حضرت فاطمه رضی الله عنها بود.
خب در اینجا یک برادر دیگه هم در مورد یک برادر دیگه هم سوال کرده است در مورد حمزه رضی الله عنه. یعنی حمزه رضی الله عنه که شخصیتی که او را به شهادت رساند، وحشی رضی الله عنه بود. آیا یعنی او بعد از اینکه مسلمان شد و حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که برو دیگر نمیخوام تو را ببینم، یعنی چی معنا دارد؟ آیا او را الله متعال بخشیده است یا نه؟ خب بخشیدن از جانب الله متعال است، از جانب الله متعال است برادران عزیز. برای چی رسول الله صلی الله علیه و سلم وحشی را گفت که برو من نمیخوام ببینم؟ برای اینکه نمیخواست که با دیدن وحشی عمک خدا به یاد بیاره، عمک خدا به یاد بیاره. یعنی وقتی که وحشی را ببینه حمزه رضی الله عنه را در یاد میاره و بسیار ضیق میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل ما و شما یک انسان است. خرسند میشید، ضیق میشید، یعنی خرسندی داشت، ضیقی داشت، گرسنگی داشت، سیری داشت. برای همین برادر عزیز او معنا نداره که رسول الله صلی الله علیه و سلم وحشی را نبخشیده است یا که الله متعال وحشی را نبخشیده است. این معنا را نداره. برای این گفت که یعنی وقتی که وحشی را ببینه عمکش در یاد میاره. برای همین گفت که ای وحشی، یعنی کوشش کن که در پیش من نیایی، یعنی من نبینم. مثال خوبتر میشود در جهتی که عمک ما در یاد میارم. برای اینکه حمزه رضی الله عنه و عباس رضی الله عنهما هر دو همین دو عمک رسول خدا اینا مسلمان شده بودند و هر دو اینها رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار دستگیری کردند. حضرت عباس و حضرت حمزه. همچنان عمکش ابو طالب هم دستگیری کرده بود، ولی اون یعنی از اسلام رفت بدون دین، یعنی مسلمان نشده رفت. برای همین دو تا عمکی که داشت حضرت حمزه و حضرت عباس اینا رسول خدا را بسیار دستگیری کردند و دو شخصیتی بودند که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی مثل گویم که یک برادر کلان، مثل یک پدر بودند. برای اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم پدر خدا ندیده بود، یعنی خرد بود، از پدر بیخبر بود، حتی که تولد نشده بود که پدرش بندگی کرده بود. برای همین مادرم هم خیلی در خردیش از دست داده بود. برای همین به پدر و به مادر بگیم بزرگ شدگی بود و این دو شخصیت برای رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار مهم بودند. خب برادران عزیز، در مورد قصه های پیغمبران یا اینکه قصه سیرت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در همین کانال، در همین شبکه نقل داریم. از شما خواهش میکنیم که کدامی که میدروید همون قصه های حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، سیرت حضرت رسول الله و که قصه های پیغمبران گوش میکنید، از شما همین خواهش میشود که به نزدیکانتان رایی کنید. انشالله شما هم در ثواب خوش میشید. یک دویم ما انشالله کوشش کردیم، مهنت کردیم برای شما برادر عزیز که شما منفعت برید. یعنی اکثر شما در کار هستید، کار میکنید، از سحر تو بگو کار میکنید، شاید که وقتی خواندن نداشته باشید. ما همینا رو تیار میکنیم برای شما، پیشکش میکنیم، کوشش میکنیم که با آیات های قرآن باشد، کوشش میکنیم که با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، کوشش میکنیم که با سخن علما باشد. یعنی کوشش میکنیم که با دلیل باشد. همین قصه ها پیشکش شما میکنیم، برای شما تیار میکنیم. فقط از شما هم خواهش که شما با دیگران روان کنید. انشالله که الدال علی الخیر کفاعله، شخصی که دلالت کننده خیر است، دلالت کننده به سوی خیر است، اون انسان اجری همون کاری کردگیش میگیرد. یعنی مثلا شما اگر یک آدم به سوی خیر دلالت میکنید، یعنی میگید که برادر عزیز نماز بخوان، همون برادر نماز میخواند، ثواب و ثمره که نماز میخواند هر دفعه به شما هم میرود، برای که شما اونا دلالت کردید. یعنی که برادر قرآن بخوان، اون برادر قرآن میخواند، ثواب و ثمره که
تلاوت میکنند از قرآن عظیم شان به شما هم میرود. برای همین این قصه ها قصه عادی نیستند. با گوش کردن قصه این یعنی سیرت حضرت رسول الله، قصه پیغمبران، شما تماشابینان عزیز تفسیر قرآن رو میفهمید، حیات رسول الله صلی الله علیه و آله رو میفهمید، حیات صحابه ها رو میفهمید، حیات پیغمبران الله رو میفهمید. و با فهمیدن حیات پیغمبران، حیات صحابه، حیات رسول الله صلی الله علیه و آله ما میتوانیم که حیات خدا یعنی بهتر کنیم. یعنی کوشش کنیم که کمی هم که باشد با همونها مانند شود. برای اینکه الله متعال میفرماید لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. برای شما در حیات رسول خدا، در زندگی رسول خدا، در رفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نمونه بهتر و اعلاست. برای کی؟ این لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، یعنی برای شخصی که خواهش دارد، التجا دارد روز قیامت. لمن کان یرجو الله یعنی کلمه که خواهش دارد به سوی الله رفتن، یعنی محبت الله میخواهد و همچنان روز قیامت یعنی به دست میارد، یعنی میخواهد که در روز قیامت پیروز شود. همون خیلی انسان باید که کوشش کند حیات خدا مثل حیات مثلا صحابه ها، مثل حیات پیغمبران، مثل حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم کند. خب یک حدیث دیگر هم هست، اگر چندی که ضعیف است اما بعضی علما یعنی از جهتی که حدیث معناش خوب از جواز دانستن یعنی گفتن این خیلی حدیثه. خب میگوید از رسول الله صلی الله علیه و روایت است که فرمودن صحابتی کن نجوم، صحابه من مثل ستاره هستند، بی ایهم اقتدیتم اهتدیتم، به کدام از آنها اگر شما اقتدا کردید شما هدایت می‌یابید. یعنی اگر ما به حیات کدام از صحابه‌ای که نیک بودند اگر ما اقتدا کنیم، مثل حیات همونها کوشش کنیم، ما انشالله که پیروز میشویم. برای همین برادرای عزیز این قصه هایی که ما انشالله پیشکش شما میکنم، کوشش میکنم در هفته یک تا دو تا از این قصه پیشکش شما کنم. از شما هم که خواهید میشود که به دیگران روان کنید، به برادرانتون، به دوستانتون، به خویش و تبرو روان کنید. انشالله فایده میگیرن، انشالله تعالی فایده میگیرن، در همون اجر شما هم شریک میشوید. یعنی اگر در همین ویدیوهای رقص و بازی باشد، ویدیوهای مسخره بازی باشد، ویدیوهای میمون بازی باشد، این ویدیوها صدها هزار تماشابین میگیرد. یعنی اگر یک ویدیویی که به معنی و به ادبی باشد، اگر باور کنید در یک روز 100,000 200,000 تا میلیون تماشابین میگیرد. اما متاسفانه وقتی که ما حیات رسول خدا را بیان میکنیم، حیات اون شخصیتی که روز قیامت شفاعت من و تو را میکنند، حیات اون شخصیتی که روز قیامت نفسم نمیگد، یعنی خودم نمیگد، پدر و مادرم نمیگد، بابام و عمکای گذشتم نمیگد، ولی اینکه میگوید امتی، یعنی امتی من چی میشده باشد، امتی من چی میشده باشد. قصه همین شخصیت را میکنیم، قصه شخصیت را ما به شما پیشکش میکنم که روز قیامت نزد الله متعال یگانه شخصیت، یعنی یگانه پیغمبر است که نزد الله متعال میرود، سجده میکند و برای من و تو طلب شفاعت میکند. برای همین برادرای عزیز انشالله ما یگان سخنای بیجا نزدیم در این مسئله، کوشش کردیم شما فایده برید. انشالله کوشش کنید شما هم اینا به دیگران پهن کنید، روان کنید تا اینکه دیگران هم ببینن، از این بهره مند شوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.